پایه دوم میخوام بافت ذرتی بزنم. میام 5 پایه بلند برجسته از رو دور این پایه میبافم. 2 3 4 5. قلابم رو در میارم، از اولین پایم وارد میکنم، این نخ رو میگیرم و این پایه ها رو جمعش میکنم، میشه بافت ذرتی. یه زنجیره برای خود ذرتی همیشه بزنید، یه زنجیره هم برای فاصله میزنیم. میایم دور پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. این بافت تقریبا تکرار میشه. در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام دور این پایه بلند وسط هم یه بافت ذرتی انجام میدم. من سریعتر میبافم که توی زمان فیلممون صرفه جویی بشه. 5 پایه بلند برجسته از رو میبافم، قلاب رو در میارم، از اولین پایه وارد میکنم، این نخ رو میگیرم و ذرتیمو جمعش میکنم. یه زنجیره برای خود ذرتی، 2 زنجیره برای فاصله. این شد وسط کار. حالا این سمت قرینه این سمت، یعنی میام دور این پایم 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره فاصله رو میزنم، دور این پایه یه بافت ذرتی میزنم به صورت برجسته از رو. 5 پای بلند برجسته از رو میبافم، اینم پنجمی. قلاب رو در میارم، از اینجا عبورش میدم، یه زنجیره میزنم برای خود ذرتیم، 2 زنجیره هم برای فاصله و میرم دسته بعدی. پای اول رها، دور پای بعدی باید یه بافت ذرتی ببافم. انتهای رج که رسیدم بست میزنم به اولین پایه بافت ذرتی. برای رج بعدی یعنی رج هفتم یه زنجیره میزنم، میام دور این ذرتیمو رها میکنم. اینجا 2 تا پای بلند داشتیم، دور پایه اول یک بافت ذرتی برجسته از جلو میبافم، یعنی 5 پای بلند برجسته از جلو میبافم و تبدیلش میکنم به ذرتی. ذرتیمو جمعش میکنم، یه زنجیره برای خود ذرتی میزنم، یه زنجیره برای فاصله. دور این یکی پای بلندم 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام دور این پایه ذرتیم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، دوباره 2 تا زنجیره. حالا کاری که این سمت کردیم این سمت انجام میدیم. دور پایه اول 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافم، یه زنجیره برای فاصله میزنم، دور پایه بعدی یه بافت ذرتی میبافم. ذرتیمو که جمع کردم یه زنجیره برای خودش میزنم. بعد از اینکه ذرتیمون رو بافتیم، ذرتی دوممون رو بافتیم و یه زنجیره خود ذرتیمون رو زدیم، میایم 3 تا زنجیره میزنیم برای فاصله. داخل فضای 3 زنجیره رج قبلی پای کوتاه میبافیم، دوباره 3 زنجیره برای فاصله و میایم بافت رو روی پایه بعدی انجامش میدیم. انتهای رجم که رسیدم بست میزنم به ذرتی اولم مثل رجای قبل، یه زنجیره میزنم و برای رج نهم و رج آخرمون باید بیایم روی هر کدوم این 3 تا پایه‌مون یک پایه ذرتی ببافیم و بینشون یه زنجیره فاصله بزنیم. من برای جلوگیری از طولانی شدن زمان فیلم این 3 تا پایه رو میبافم، برای ادامه توضیحات خدمتتون میرسم. بعد از اینکه سومین ذرتی رو هم بافتم، ببینید پایه اول یه ذرتی، یه زنجیره برای خود ذرتی، یه زنجیره فاصله. پایه دوم یه ذرتی، یه زنجیره برای خودش، یه زنجیره برای فاصله. پایه سوم هم یه ذرتی و یه زنجیره خودش. حالا 2 تا زنجیره میزنم برای فاصله، میام تو این فضای 3 زنجیره وسط هم یه پایه دوبل میبافم، دوبار نخ رو قلاب میندازم و ترجیحاً توی خود زنجیره وسط این پایه رو میبافم. و حالا باید تو مرحله اول این پایه بافت ذرتی انجام بدم. ببینید میام توی مرحله اولش و 5 پایه بلند میبافم،
5 تا پایه رو که بافتم میام این ذرتی رو جمعش میکنم به این صورت. یه زنجیره خود ذرتی رو میزنم، 2 تا هم زنجیره برای فاصله. این 2 زنجیره فاصله رو که زدم بعدش باید بیام اینجا و دوباره این 3 تا بافت ذرتی رو این سمت تکرار کنم. اما من برای اینکه این کاری که میگم تو نقشه نبوده، برای اینکه برای اتصال به حلقه راحت تر باشم، این 2 زنجیره رو که زدم داخل خود همین پایه ذرتیم یه بست میزنم و اینو تبدیل به پیکوتش میکنم که بعد میخوام به حلقه متصل کنم راحت تر باشه. و بعد حالا 2 تا زنجیره برای فاصله میزنم، میام اینجا و شروع میکنم به بافت ذرتی. 3 تا پای بلند داریم، دور هر کدوم یه بافت ذرتی انجام میدیم، غیر از یه زنجیره‌ای که برای خود ذرتی میزنیم 2 زنجیره برای فاصله میزنیم. عذر میخوام، یه زنجیره برای فاصله، یه ذرتی، یه زنجیره خودش، یه زنجیره برای فاصله. بعد از سومین ذرتی یه زنجیره خودش رو که زدم 3 تا زنجیره میزنم برای فاصله، داخل فضای 3 زنجیره اول یه پای کوتاه میبافم، 3 زنجیره داخل فضای بعدی هم یه پای کوتاه میبافم، 3 زنجیره و میرم قسمت بعدی که حالا من پایان رج هستم و بست میزنم به ذرتی اولم و یه زنجیره میزنم و نخم رو قطع میکنم. این نخم میبرم پشت کار پنهان میکنم و بافت اولین ماندالای کوچولوی ما تموم شد. تو پست بعدی اتصال به حلقه رو بهتون نشون میدم، گرچه تو پست های قبلی هم داشتیم، داخل کانالمون هم که توییتر و تلگرام هستش. این پست رو سیو کن، لایک کن، بفرست برای دوستانت، حمایت شما باعث میشه که منم کارهای بیشتری رو براتون بذارم. خیلی خوشگله، با هر رنگی هم جذابه و خیلی هم سریع بافته میشه. ظرف 1 ساعت نهایتاً 2 ساعت این کار بافته میشه. چالش روز اول تموم شد، با من همراه